موسیقی ادواری یکی از خصایص بارزش این بوده که آواز به شکل امروزی نداشته، نمیتونسته داشته باشه و در هر کدوم از کتب قدیم با واژه آوازی برخورد کردید منظورشون موسیقی با کلامه، نه موسیقی آوازی که امروز آقای شجریان و ناظری و ایکسگیرک میخونن. مثال ساده برات میزنم، این به همین اندازه خنده داره که من به شما بگم که وسط یک فلان غزل حافظ هست که آقا دیدی چه نثر قشنگی داره، شما یه نگاه میکنی به من میگی حالت خوبه، نثر وسط غزل. پس وقتی دور ثابت ببینید آواز در سیستم موسیقی نظام دستگاهی نثر مسجعه، 4 مضراب ترجیع بنده، یعنی اینها تک‌های الگویی است که